شده باشه چی؟ اون چاقو رو بده من. اونو میخوای چی کار؟ میخوام بدم به پلیس. اگه اثر انگشتی روش هست پیداش کنن. اگه کسی بلایی سر کمال آورده باشه باید پیداشه و جزای کارشو ببینه. بی شرف. ایشالا اونی که بچه‌مو بی پدر کرد یه روز خوش تو زندگیش نبینه. مامان اینطوری نکن، نفرین نکن. خواهر لازم نیست بری، بیمارستان پلیس داره. پرستار رو صدا کن، به پلیس خبر میده. مرسی از راهنماییت. پرستار، پرستار. سرکان چته؟ از سر شب هیچ حرفی نزدی؟ چیزیم نیست بابا. این اواخر ذهنش خیلی درگیره بابا. یعنی چی؟ واقعا چیزیم نیست. مگه میشه؟ مثلا وقتی شب تا صبح با گونه‌ای داری پای کامپیوترت بازی میکنی، همون موقع یه ماشین میزنه به یه سگ ولگرد. دافنه جان، چرا باباتو با مشکلاتمون خسته میکنی؟ آخه عزیزم اگه نگران بود موبایلشو جواب میداد. تو جلسه بودم نازن جون، نتونستم جواب بدم. منشیتم با خودت برده بودی. زنگ زدم شرکت بهم گفتن مگه وظیفه اون نیست به تلفن جواب بده؟ اون بیچاره به اندازه کافی کار سرش ریخته. داریم با اون شرکت قزاقستانی قرارداد میبندیم. روند کاری طولانیه. کاش که چند تا منشی دیگه هم داشتی. آخه دوست داری. هرچند دلت نمیاد ازشون کار بکشی. نازن کاش یکم هم تو کار میکردی. پول خرج و مخارج خونواده رو هم تو میدادی. بی زحمت قسط اول کارتای اعتباری بی حدت هم خودت پرداخت کن. ببخشید. الو ایلول تویی؟ آره. میدونی تمام روز میخواستم بهت زنگ بزنم، حتی دلم میخواست بیام پیشت. واقعا؟ کاش می اومدی. کجایی؟ الان بیام؟ نه الان نیا لطفا. به اندازه کافی تو درد سر افتادم. ماشین کمال پیدا کردن. صاحب تاکسی اومد. ما که همه اثر انگشتر رو پاک کردیم، چیزی نمونده. چاقو رو تو ماشین پیدا کردن، چاقویی که اون روز انداختم زمین. مامان من میخواد چاقو رو بده به پلیس و اثر انگشتر روشو پیدا کنن. اون وقت میفهمن کار من بوده. حالا باید چیکار کنم؟ ایلول باید همین الان اون اثر انگشت رو پاک کنی. چه جوری پاک کنم؟ نمیدونم، یه راهی پیدا کن. برادرم به خاطر من بی پدر شد. همش تقصیر منه. من چطورم ایلول تو هیچ تقصیری نداری، فهمیدی؟ همش تقصیر اون عوضیه. تو مجبور شدی. همه اینا اتفاق بود. ببین بهت قول میدم همه اینا میگذره. تو دختر قوی هستی. زود باش، لطفا اون چاقو رو تمیز کن. باش دیگه باید قطع کنم. باشه دوباره زنگ بزن. باش. سلام. سلام. گیلاس دوست داری؟ آره. میخواستم 0.5 کیلو بخرم ولی مرده گیر داد که فقط 2 کیلو مونده، همه رو بخر دیگه. گفتم نه ولی
دفعه پیش به منم 2 کیلو نخود فرنگی فروخت. اونم میپزم با هم تقسیم میکنم. شوخی میکنی؟ باهاش برام غذا درست میکنی؟ آره حتما. وداد اومده به هم سر بزنه. باید در مورد بعضی از چیزا صحبت میکردیم. من میرم یه بشقاب واسه گیلاسا بیارم. شما همیشه همینجوری ادای همسایه رو در میارین؟ ادا در نمیاریم، با هم همسایه‌ایم. اومدی با یه گیلاس آوردن مخ بزنی؟ مزخرف نگو، حرف دهن تو بفهم. نفهمم چی میشه؟ همش شو بگیر. ببخشید که مزاحم شدم. همینطوره. درست نیست این وقت شب. وداد چی داری میگی؟ اصلا هم مزاحم نشدی، ببخشید. شب خوش. باید به شیر بدم. بیا ببینم. بیا. کیه؟ پلیس بیمارستانم. مامان میخوای بچه شیر بدی بگم بعدم بیاد؟ دخترم مثل این که تو وخامت اوضاع رو درک نکردی. بفرمایید. موضوع چیه خانم؟ شوهرم گم شده. دیروزم یکی بهش چاقو زده بود. شکایت نکرده بود؟ شکایت کرده بود. دخترم چاقو رو بده. شکایت کرده بود ولی از دیروز گم شده. ماشینشو کنار دریا پیدا کردن. تو ماشینم یه چاقوی خونی بود. دخترم چاقو رو بده ببینم. خانم ما تحقیقات لازم رو انجام میدیم. ولی اول از همه اسم و فامیلی همسرتون رو بگیم. کمالی ایلماس. گیلاسش خوشمزه است. وداد گیلاس و بیخیال شو، به حرفای من گوش بده. واسه آخرین بار ازت میخوام یه لطفی بکنی. فقط 3-4 روز طول میکشه. تا وقتی وضعیت قلبی بابا مشخص نشده باید طوری رفتار کنیم که انگار هیچی نشده. مگه اتفاقی افتاده؟ ببین بازم با همین. ما دیگه با هم نیستیم وداد. بعد از کاری که کردی دیگه هیچ وقت با هم نخواهیم بود. منظورت موضوع پول پیش اون خونه است؟ خب من چرا باید از تو پول بخوام؟ عصبانی بودم، ناراحت بودم، یه چیزی گفتم. پول پیش چیه؟ چی داری میگی تو؟ دارم از خیانتت صحبت میکنم. اون یه اشتباه بود. قول میدم دیگه همچین اتفاقی نمیفته. خواهش میکنم فراموشش کنی. چیو فراموش کنیم آخه؟ ببین چی میگه این؟ مگه میشه فراموش کرد؟ باید یه لطفی در حقم بکنی. جلوی بابام طوری نشون میدی که انگار با همیم. اینو به هم مدیونی. بعدش هم هر کسی راه خودشو میره. تموم شده رفت.